امروز بار 75 مجمع کل سازمان ملل متحد افتتاح می‌یابد. جهان با پاندمی کووید 19 اختلاف‌های سیاسی و رکود اقتصادی مواجه بوده. برای اولین بار مجمع کل به وجه عموم بدون حضور رهبران دولت‌ها در شهر نیویورک برپا می‌شود. تلویزیون سازمان ملل متحد پیام‌های ثبت شده رهبران کشورها را نمایش داده. در تالار سازمان ملل یک نفری از هر کشور عضو یعنی 193 دیپلمات با نقاب و رعایت فاصله حضور خواهند داشت. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در یک صحبت با خبرنگاران در نیویورک گفت تصمیم دارد در پیام افتتاح مجمع کل بار دیگر به ضرورت اعلان آتشبس سراسری دعوت کند. 75 سال پیش در پایان جنگ دوم جهانی ما در لحظه بنیاد بودیم. حاضر با ظهور کووید 19 و نمایش ضعف بزرگ جامعه جهانی در رابطه با کووید 19، تغییر اقلیم، نبود قانون‌ها در ساحه کیبرنتیکی، مشکل جدید در رابطه با توسعه سلاح هسته‌ای، ما در حالت ضعیف قرار داریم. وقتی چیز ضعیف است، آن به رهبری بهتر نیاز دارد. امیدوارم که رهبران کشورهای عالم نگرانی مرا درک نموده میفهمند که ما به وحدت، همبستگی و همکاری بیشتری بین المللی احتیاج داریم. به عقیده دبیر کل سازمان ملل متحد، آتشبس سراسری امکان می‌دهد که مبارزه با کووید 19 تحکیم یافته، شرایط احیای اقتصادی هماهنگ شده و دوامدار کشورها فراهم آورده شود.